خاله جان نام و فامیلیتون رو میگفتیم؟ ناصر ویدیما. خوب حادثه قتل شوهرش ما چه خیلی بود همون شب و روز مثلا؟ روزای بعد بود بچه، روزای بعد بود که کودکا هم آمده و چایده بودن. بچه کلانی صنف 7 میخوند، دختر کلانی نه یک کنکورس داخل شده بود میستوده و همین روزای بعد به همه اعضا و معمر خانم و کلان کدوم زن دادمی نه ولی آمده عکس به زن موندادیم دیگه خیلی خیلی نیستود بود نوشان اعضا و کشیدم و چی رو باشه خطای بعد خیلی شکل بود دنیا تنجی شد ولی خیلی با سازم با شروع مخنم خیلی بچه خدام سلامتی اون دیگه جای دست رفت. کدام وقت مثلا ساعت چند به دمو حادثه کدام روز بود چه خیلی همین چیزا؟ روز شنبه بود 26 دکتر بود این همه ساعت نمیدونم همه آیا سری خیسانم کروشی سحر شیده ماده خیس برمات یایس دیگه که قشلو هم مسخوتی سوده هم درگیر سوده دیگه نمیدونه که چیکار کنم دکتر وایده درو کدک شکستان بود رفتم دکترش هم ماشین کارونده 70 داشتیم این در دستم 6 ساله بود این دخترش 4 ساله بود دوستی که یک میخوند دوستی میخوند خیلی بود و این عزوانی اما کلام کردم خیلی چی برآمده میره که خود یه خدام سلامتی بعدی که مثلا شوهرتون بردن پروندن و مثلا زندگی مشکل بود چیکار میکردین یعنی به چیکار مشغول شدین برای زندگیتون پیش بردن؟ این باغا رو میفروختیم چی بازار میرفتیم و بازار میشتیم این رو باید آرشون مردم عیسی با این سود داد چون میکردیم و همه چیزا ما روزمون گذروندیم یا گو میکردیم نمول میکنیم هم خیلی عزو و چور نکنیم همون وقت مثلا همون شب روز از طرف مثلا سازمان‌های خارجی یا که یگان تشکیلات اسمان یگان نفر خیلی کمک ها میکردن؟ میکردن کمش میدادن اجای ایران میتونن طرف دولت میدادن و نه یادم میکردن خیلی آرد روغن همه میگم کمش اول ما رو میدادن ما رو یادم میکردن طرف دولت